تست هوش امروز. ببین حمید، این چاقوها رو باید یه جوری روی هم تنظیم بکنی که یه حالت تعادلی روی 3 تا لیوان بایسته و در آخر این لیوان کوچیک رو روش قرار بدی. یعنی این فهمیدم. تایمت هم 1 دقیقه است. شروع شد. اینا باید یه شبیه آرم سایپا براش درست کنیم. اینجوری این وای نیست. درسته؟ من چه نمیدونم. یه دقیقه داره تمام شد. 40 ثانیه. یه لحظه استرس نده. میدونم اما یه همچین چیزیه. تمام شد. نه متوجه شدی که چیه ها؟ خب آره دیگه، بعد یه جوری اینا با هم باشه، مثلا علامت سایپا بشه. الان من میگم چه جوری میشه. ببین راه حل تو هم درست بود، یعنی داشتی متوجه میشدی. خب چاقوها رو هم قرار میدیم. خب و چاقوی سوم میاد این حالت، اون آرم سایپا که گفتی، و در آخر این لیوانم روش قرار